салом тамошобинони азиз, ба пешниҳоди шумо барномаи иттилооти нигоҳи диёр аст бо хабару рӯйдодҳои муҳими ин соат. Дар студия бо шумо ҳастам Рустамбек Аҳмадов. Имрӯз дар барнома тағйироти кадрӣ дар Тоҷикистон, ҷиноят дар таътили зимистона афзун шудааст, сохтмони боғҳои фарҳангӣ дар Зафаробод ва Исаравшан, нашри рӯйхати ронандагони дорои пуштибонҳои бонуфуз, Алҷазоир пас аз 30 сол барф борид, Раҷаббой Аҳмадзода раиси футболи вилоят интихоб шуд. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمانی یک گروه کادرها را در سطح حکومت‌های محلی، وزارت و کمیته‌ها که برای وظیفه‌های مسئول و راهبری کننده تعیین و پیشنهاد گردیدند به حضور پذیرفتند. با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیینات کادری در حکومت‌های محلی، شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد نیز صورت گرفت. با فرمان‌های پرزیدنت مملکت رئیسان شهرهای اسفره، بوستان و ناحیه ظفرآباد ولایت سوغد از حساب کادرهای کردان و صاحب تجربه تعیین گردیدند. زیازاده سلیمان رضایی که تا این وقت در وظیفه رئیس ناحیه ظفرآباد ولایت سوغد کار می‌کرد، من بعد در وظیفه معاون یکم رئیس ولایت ختلان ادای وظیفه می‌نماید. ضمن صحبت پیشوای ملت از هر یک خدمتچی دولتی صداقت به خلق و وطن و دست و دل پاک به دوش گرفتن زحمت شبانه روزی برای پیشرفت کشور عزیز را طلب نموده، بهر اجرای رسالت سروری در اساس باور مردم و سروری دولت برای کامیابی آرزو نمودند. در جواب به اعتماد و غمخوری‌های پیشوای ملت، آنهایی که مسئولیت بلند راهبری را در زمینه‌های گوناگون حکومت به عهده گرفتند، اظهار داشتند که در آینده برای رفع مشکلات و کمبودی‌های جای داشته در ساحه خود تمام کوشش و غیرت و تجربه و ملکه اندوخته‌شان را دریغ نمی‌دارند. در شهر دوشنبه واخوری معاون یکم وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان زبقی زاده با نماینده دائمی بانک جهانی در جمهوری تاجیکستان یان پیتر اولترس و هیئت سفری بانک اوید به تهیه یادداشت اقتصادی گوارگیودیومیان و بیگازا گومز برگزار شد. در این باره از وزارت مذکور به خبرنگاری امید خاور اطلاع دادند. با اطلاع منبع در واخوری در برابر یک زمره مسائل رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری، همزمان جریان تطبیق برنامه دولتی مساعدت به صادرات و واردات عوض‌کننده جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016-2020 و برنامه مطابق گردانی اقتصادیات جمهوری تاجیکستان بنابر عضویت در سازمان عمومی جهانی سودا نیز محاکمه گردید. در انجام ملاقات طرف‌ها از همکاری ثمره بخش میان جمهوری تاجیکستان و بانک جهانی اظهار قناعتمندی نموده، جهت من بعد گسترش دادن همکاری دو جانبه آمادگی خود را بیان داشتند. سال گذشته در حدود ولایت سوغد 38 نفر نابالغان دست به خودکشی زدند که نسبت به سال 2016 6 حالت زیادتر است. سردار ریاست معارف ولایت سوغد عاصم کریمزاده ضمن نشست خبری اظهار نمود که سال گذشته در قلمرو ولایت از جانب نابالغان 145 جنایت، سال 2016 146 جنایت صادر شده است که از این شماره 75 قانون شکنی، سال 2016 81 قانون شکنی و طالبان مکتب‌های میانه راست می‌آید. نابالغان اساساً به جنایت‌های چون دزدی و افواشی و ایران کردن قاعده‌های حرکت در راه دست زدند، گفت کریمزاده. سردار ریاست معارف ولایت همچنین قید کرد که عین زمان 223 بنای مکتب‌های تحصیلات عمومی ولایت و تعمیر نیاز دارند که 13 تای آنها در حالت صدمه‌وی قرار داشته، 52 تایش قسماً صدمه‌وی میباشند. امروز در قلمرو ولایت 923 مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی عمل کرده، در آنها 517802 نفر به تحصیل فرا گرفته شدند. ابراز داشت نام برده. در مکتب‌ها بیش از 37000 نفر آموزگاران به تعلیم خوانندگان مشغول بوده. همه سال شماره خوانندگان ولایت 15-20 هزار نفر زیاد می شود. دوام سال روان در ناحیه ظفرآباد و شهر اسرافشان آبادانی و برقرار نمایی باغ‌های فرهنگی به نقشه گرفته شده است. همچنین برای جدا نمودن قطعه زمین و بنیاد باغ فرهنگی در ناحیه عینی و کوهستانی مسجد از جانب مقامات محلی کاربری به راه مانده شده است. قابل ذکر است که در حدود ولایت 21 باغ‌های فرهنگی موجود بوده، از آنها 16 باغ فعالیت دارد. 6 باغ فرهنگی فراغتی با سبب تعمیر طلب بودن از فعالیت باز مانده است. اطلاع داده شد ضمن نشست خبری ریاست فرهنگی ولایت. گفته شد که در کاخ فرهنگی سوغدیانی شهر خوجند دوام سال جاری با مقصد احیا و ترغیب و تشویق سنت‌های قدیمی نیاگان، پیدا نمودن چهره‌های نو، ارزش‌گذاری به میراث بوی اجدادی، بلند برداشتن ذوق زیبایی پرستی بین جوانان و نورسان، دور ولایتی فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی
مقامخوانان تحت عنوان گنج‌های هنر تشکیل و گذرانیده شد. قید گردید که دوام 5 سال اخیر در مؤسسه‌های تعلیمی فرهنگی محفل‌های هنری بدیعی از قبیل کشیده دوزی، زردوزی، قروق دوزی، ادرس و اطلس بافی، کندکاری، گچکاری، فلک سرایی، شش مقام خوانی و غیره تشکیل کرده شدند که در آنها شماره زیادی جوانان و خواهشمندان شرکت ورزیدند. شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رویخط رانندگانی را که در برابر قاعده ویرانکنی از وظیفه خدمتی شخصانی منصبدار به نزدیکی آنها استفاده می‌کنند نشر کرد. دوام هفته گذشته یک چند دلیل به طلبات قانونی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی اید بازداشت واسطه نقلیات اطاعت نکردن رانندگان معین آشکار و به قید گرفته شد. خبر می‌دهد سامانه رسمی ریاست میلیسیای پایتخت. با اطلاع منبع این رانندگان به ناظر راه مناسبتی دغل داشتند پسندی و هوا بلندی می کنند و از وظیفه خدمتی شخصانی منصبدار و نزدیکان آنها سوء استفاده کردنی می شوند. تماشابینان عزیز توجه کنید به خبرهای خارجی. در صحرای صخره باز بارشات برف مشاهده گردید. موافق معلومات رسانه‌های خبری سال روان در صحرای صخره بار دوم است که برف می‌بارد. بارش برف اساساً در شهر عین صفرا واقع در قسم شمال و غربی الجزایر به قید گرفته شد. با عقیده متخصصان دوام 30 سال اخیر بار اول در این منطقه سیاره بارشات برف مشاهده می‌گردد. همزمان اطلاع داده می‌شود که فصل تابستان در منطقه شهر عین صفرا گرمی هوا قریب به 40 درجه می‌رسد. ادامه برنامه. مارینا یک ساکن امریکا که تا کوچیدن به اروپا در تاجیکستان زیسته است کتاب خود را درباره یک پسرک تاجیک با نام برزو به نشر رسانید. سال پیش من درباره عالم نشریات بغیر از کلمه کتاب دیگر چیزی نمیدونستم. قبل از این مارینا ایبرامز فکر هم نمیکرد که اختصاصش را به نویسندگی عوض میکند. در ایالات متحده آمریکا او در ساحه امنیت بین الخلقی کار مینمود. بعدا به قرار آمد که از این کار رفته لاهی خود را آغاز نماید. فعالیت ایجادیش از افسانه به خردسالان آغاز شده. در نتیجه مارینا تصمیم گرفت کتاب بزرگ آید به آسیا میانه درباره منطقه که در عالم کم نفر میداند نویسد. مکان ما در خریطه مانند یک نقطه سیاه است، گویا که در آنجا چیزی رخ نداده است و رخ هم نمیدهد. خودی مارینا زاده قزاقستان بوده تا کوچیدن به آمریکا در تاجیکستان و روسیه زیسته است. واقعی پسرک تاجیک با نام برزو را او بافته است و البته آن چیزی که در بچگی با او رخ داده است همراه کرده است. مثال در یکی از روزها مارینا خردسال در ستیل پوری مربای زردالو بازی کرده است. خورد بودم، در داخل ستیل نشسته غرق شینواری گشتم. از بالای خود افشاری آن را می‌ریختم و خوشحال بودم. آسیا مرکزی برای مارینا ایبرامز این بیشتر لذت و بوی است. در خانه بانوانی این منطقه نقل می‌کند او همیشه انواع میوه‌جات با شیرینی، مغز و نانی هست که برای مهمان پیش بینی شده است. در ما در آسیا میانه وقتی انواع خوردنی را به میز می‌گذارند دسترخوان می‌نامند، یعنی گشودن دسترخوان با انواع میوه‌جات برای مهمانان. نگفته نماند که با کتاب مارینا چند توصیه ها را اوید به آماده نمودن نان وارد نموده است. اینچنین معلومات اوید به جغرافیا، تاریخ و عنعنه‌های این کشورها نیز آمده است. نقش نگار کتاب از طرف رسام معروف تاجیک فروخ نعمت‌زاده آماده شده است. کتاب به دو زبان روسی و تاجیکی نشر گردیده است. به زبان انگلیسی مواد را شوهر مارینا جوشوا ترجمه کرده است که قریب در همه کشورهای پساشوروی زندگی و فعالیت برده است. البته برای من این کار ایجادی بسیار خوشحال کننده بود. حتما میخواهی که نه تنها کلمه را ترجمه نمایی بلکه حسیات و فضای آن را تا خواننده برسانی. کتاب را مارینا تصمیم گرفت مستقلانه به نشر رساند. در یکی از سرچشمه‌های فاندریزینگ برای جمع منبع اعلان گذاشت و این خواهش به جواب نماند. اکنون این 2000 نسخه کتاب را به مبلغ‌گذاران لایحه از تمام جهان از جمله از کشورهای گوناگون اروپا، کانادا و حتی استرالیا میفرستند. چند دهه که کتاب را به مرکز گریزگان در شهر مسکو تحفه نمودند. این کتاب باید انسانها را اتحاد نماید، میگوید مارینا. من میخواستم که آدمان برابر خواندن کتاب جزدانشان را گرفته چیپته خریده به جایی که نان خوشبوی اصلی را میپزند سفر نمایند. مزایکه های تیمور لنگ رو بینند، در آغوش کوه ها باشند، با باشندگان آن هم صحبت کردند. من میخواهم که در انسان ها چنین خواهش پیدا گردد. از همه خوانندگان با وفاترین چون همیشه کودکان باقی میمانند. درباره قصه برزو آنها آماده هستند تکرار به تکرار مطالعه نمایند. کنی به من مخرج چرا را نشانده؟ برای چی و قهرآلود است میدونی؟ تماشابینان عزیز توجه کنید به خبرهای ورزشی برنامه.
در کاخ رودکی شهر خوجند با اشتراک اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده و نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف کنفرانسیه حساباتی و انتخاباتی فدراسیون فوتبال ولایت برگزار شد. ضمن کنفرانسیه اشتراکچیان نامزدی اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده را که از جانب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی پیشنهاد گردیده است به وظیفه رئیس فدراسیون فوتبال ولایت یکدلانه دستگیری نمودند. علیشیر اورونوف بر رجب‌بای احمدزاده شهادتنامه رئیس فدراسیون فوتبال ولایت سوخت را سپاریده اظهار باوری نمود که فوتبال در ولایت من بعد رشد بیشتر خواهد یافت. تماشابینان عزیز توجه کنید به معلومات آب و هوا برای شبانه روزی آینده. پگاه سنه 18 فوریه در شهر خوجند هوای ابرناک به بارش در نظر است. شمال از شرق 3-8 متر در هر ثانیه می‌وزد. حرارت هوا شبانه 1-3 درجه خنک و روزانه 4-6 درجه گرم می شود. تماشابینان عزیز این بودند آن همه خبر و گزارش‌هایی که تا این ساعت کارمندان شعبه اطلاعاتی تلویزیون دیار برایتان آماده و پخش نمودند. پیگیری برنامه‌های تلویزیون دیار باشید تا رسیدن خبرهای نو با شما. خداحافظی می‌کنیم. خیر.